سلام دوستای عزیز، روز بخیر. در ادامه از او ویدیویی که خیلی از دوستا گفته بود که همین نقشه مشخصات چی دقیق دیده نمیشه، یک ویدیوی جدید میگیریم انشالله که این بهتر معلوم شود مشخصات چی و نقشه های بعدی رو انشالله که باز در اشتراک مگذاریم. یعنی سرک 3 متری کمانده که در روی از این نقشه علامت کرده. یعنی 3 متری کمانده که اعتماره در سرک اسلام قلعه وصل میشه و 35 متر باش که در کجا متراژ از این نوشته برش نشون بدیم. یعنی قسمت متراژ از این نوشته 35 متر، جاده کمند 35 متر که اعتماره تا سرک اسلام قلعه که سرک اسلام قلعه 80 متر. اینجی مچم خوب دیده میشه یا نه؟ خلاصه سرک اسلام قلعه است 80 متر از حساب مترای شکسته. بعدش میم در نزی قسمت اینجی که است زیارت جبرائیل، یعنی اینجی نشانی کده که پیش سرک حسین آباده که در حسین آباد موره و ایرم ببینیم که مترا چی نوشته هست یا نه. یعنی قسمت که است پشتی حمام سیاه میشه، یعنی اینجی یعنی سبزا قبرستانه، اینجی حمام سیاه پستشه، یعنی هم توی گلزار 13 رفته که متراژ از ایرم برش نشون بدیم. ای است 24 متر سرکی که داخل گلزار مره و همچنان اینی سرکی که پایین رفته ای سرک فعلی سید آباده که ای هم کلان میشه و این قسمت همه جیمنازیوم کنارش سولرا که است آسیه سولری از اینجی کج میشه فعلا سون 12 متری سید آباد، ولی در این نقشه دیگه کج نمیشه، صاف ماره پایین صاف ماره پایین. این سرک هم که است یعنی خود شما میبینین این در اینجی 22 متر نوشته. و یک چیز دیگر که برای شما دقیق تر بگم ای که از 12 متری سید آباد که اینمی جاده باشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا کوچه مخوره و 12م شی سرک کمند میشه. 12م کوچه شی سرک کمند میشه. کسایی که در سید آباد مخواه زمین یا خانه اونا بسازه اینمی حساب فکرشی باشه که کوچه 12م سرک کمند میشه و اینمی جاده ای که آلی از گلزار 13 موره، یعنی تا دور مخوره تا گلزارای 19 شی مشخصه و این که چرخ مخوره موره سون طرف لب کال، طرف لب کال که موره تا این قسمت که میه اینجی دقیقا کجا میشه، اینجی 14 متری بالایه که صاف رفته در ساخت سلمون. این اینجی همو جای کال است که مردم از اینج فعلا تر میشه. این میه او مسیر قد مونه و اینی طرف میچرخه، این طرف که میچرخه یک مقداری که پیش موره اینمی سرک که بود 24 متر بود که از داخل گلزار 13 آمده بود. این موره در این بالا وصل میشه و این قسمت که از لب کال جبرائیل تیر میشه اینجیشی 20 متر متراج لب کال 20 متر تا کجا
تا مال بازاره، تا اینی جایی که سیفونه، اینی کس جویه، همین جویی که آمده اینجا از زیر کال سیفون جور شده، اینجا پول مخوره، یه جای سیفون پول مخوره. این طرفش 20 متر میشه که باش نشون بدم برای شما. یعنی اینجا این 20 متر میشه و این طرفش بعد از این سیفون 14 متر میشه که باز تای از این دوباره مورد کجا ختم میشه؟ در سرک اسلام قلعه که 80 متره. ام از این بر کال ام از او بر کال اینا وصل میشه در جاده اسلام قلعه. ای از حساب متراژای از این. و یک جاده دیگه که اینجا داریم، این جاده که اینجا داریم این را فکر منم همین جاده چیزه، این هم 20 متره. این همین جاده هست که از بالا آمده در جای کتابخانه احتمالا مخوره. یعنی اینجا نزدیک جویه، یعنی اینجا آمده که نزدیک از این جوی میشه. یک کوچه منده در جوی، این میچرخه این طرف و میاد از این کوچه های دیگه وصل میشه، ولی خود از او اعمال راسته که باز امزی مسیر میاد تا سری کتابخانه که اینجا مشخص شده باشه. اینمی قسمت سرخی، اینمی اینجا احتمال که باید کتابخانه باشه و اینی سرک راسته میشه تا موره در اینجا جاده 20 متره وصل شوه و بره در سرک اسلام قلعه. یعنی جوی بالایه، جویی که از وسط شهر ریزا و بلندسر توحید آمده. و اینجا یک جوی دیگه هم داشتیم که کجا شدی، یک جوی دیگه در اینجا قسمت داریم. یعنی جوی دیگه هم در این قسمته که جوی پایینه، پایین تنبورا و توحید که در پشت زیارت رفته. خب این رفته پشت زیارت. و اینجا قسمت برای شما با سرک حسین آباد، یعنی اینجا کسته، اینمی نقطه کسته، اینمی سه گوشک ای زیارت، این سه گوشک کسته زیارت. یک سرک که از پیش زیارت 24 متر رفت گلزار 13، اینی سرک کسته طرف حسین آباد مره که اول قلعه، جایی که قلعه قدیمی جبرائیل است، مقاومه ایراتیم و منجی زندگی مونه. و بعد از این که از قلعه برو میشیم اینجا زمین های زراعتیه، یعنی سرک کمنده که 35 متره. و این قسمت حسین آباده که جادهشی اینجا متراج چرم 20 متر زده. می جاده حسین آباده که فعلا بازار حسین آباد دمزی سرک است. این سرک است 20 متره. و بعد از اون می طرفتر که ساحه کره ملی میشه. ساحه کره ملی هم سرک کمان چی خو همو 35 متره. و اینی جاده دیگه شی 20 متر در اینجا است در نقشه. و یک جاده دیگه اینجا قسمت پایینم هست که احتمال زیاد، البته در اینجا نیه دیگه، ولی در حسابی که اونجا فعلا متراج زده اونمو در این قسمت پایینم احتمالا یک سرک باشه.
اگر اینمی سرک فعلا که است باشه خویی 20 متر متراژ چرا زده 20 متر و قسمت بعدی ازی در نقشه ناحیه دیگه است احتمالا. اینجا مشخصات چه هست؟ مثلا سرک جدید 24 متره از جای چاه عمیق پشت زیارت جبرائیل این از اینجا که رفته در گلزارا و رفته در پشت کال و از لب کال در اسلام قلعه وصل شده. این قسمت میدان چمن پشت حمام سیاه که اینجا پشت حمام سیاه بود و اینی هم که بود از سرک کمند که 35 متر میشه و این قسمت هم که است باش که اخشار ریزه تر کنیم اینی سید آباده که اینجا نوشته و اینی قسمت هم که است حسین آباده که اینجا علامت شده و اینجا نامش نوشته. ای از این قسمت هایشی و ای هم از سمت بالا اینجا اسحاق سلیمان میشه این قسمت که این سرک از کجا مره اینمی سرک کمنده که از اسحاق سلیمان هم تیر میشه اینمی مورد اسلام قلعه وصل میشه و این قسمتی که یک مقدار کمک است احتمالا شرک ابوالفضل اینجی این قسمت بلندسر سید آباد که اینجا یک دنه پول بری است این شهرک ابوالفضل یک مقدار کمک خانه جور شده و شهرک ماهی فروشان هم دینزی قسمته بعد از کال اینی جای صورتی هم که است ترمیناله که خود شما در تصویرم میبینین. اینجا 14 متری بالایه اینا را کلانتر کنیم اینی 14 متری بالایه که رفته اوسو از کالم تیر شده اینی رفته بالا از این کال کتابخانه البته نه کال دیگه و این قسمت هم از کتابخانه که این تمور پایین در جای حمام سیاه و اینی هم 14 متری پایینه که این طرف میه باز همین 14 متری پایین که در سرک توحید وصل میشه تا امی جایی که سر توحید یک میشه اینجا یک دن رستوران چیز است آشپزخانه تا اینجی سرک عادیه کلان نشده ولی از او به بعد که داخل توحید رفته این سرک کلانه ولی متراژ چی اینجا نوشته نیه که چند متر این سرک مقصد کلان هسته این سرک کلانه و سرک های مابینا که هسته مثلا سرک 14 متری و اینا که هسته در این نقشه چیزی نورده که این سرک کلان شوه یا نشوه دیگه. باز در کل این قسمت هایی که رنگی رنگیه اینی آبی اینی آبی تیره اینی سبزا که هسته اینی منطقه سرخ اینی آبی ها این نوشته های انگلیسی هم داره مثلا اس و ام و دی و از حرفا اینا هر کدامشی باز کسایی که نقشه خوانی بلده اینا مخفف های جاهایی هسته که یا پارک میشه یا مثلا مکتب میشه یا مؤسسه میشه یا جاهای تفریحی و خلاصه مهد کودک و اینی حسابا میشه جای تجاری و جاهای مسکونی و هر کدامشی رنگ علیده و نشانی علاید داره. یعنی جاهایی که مثلا سبز تیره و اس نوشته یعنی اینجا ما یک مثالش رو بیارم برای شما این که است جیمنازیوم میشه همون جای ورزشی میشه یعنی سب آبی تیره با اس نوشته ای امی جیمنازیوم سید آباد میشه که بغلش سولر هست و آسیه که با سولر کار منه آرد منه گندومه یعنی از ای هست
و اینمی قسمت گوشه اینجا فضای سبزه و اینی قسمت ها که است دمی جای دور خورد یک دنه باغه، کنارش یک زمین خالیه و یک خانه 3 گوشه. احتمال 99% که او خانه 3 گوشه هم یک مقدارش رو بگیره، زمین خالی رو که 100% میگیره و او باغ هم میگیره گوشهایش رو. و اینی هم که است این قسمت برای کسایی که سید آباد میشینه. این قسمت که است کجا شد برای شما دقیق، اینجا 12 متری سید آباده، کم پیشتر بیاریم. این 12 متری سید آباده که بازار فعلیه و همینطور رفت سنشرک ابوالفضل. کوچه اول عدالت 9، عدالت 10، 11، عدالت 11. ببینین اینجا که کال گم شده، یعنی سرک رفته بله کال، یعنی کالی که اینجاست 3 چرخ اینجا استاد میشه، این کال زیر سرک شده، یعنی لب کوچه را گرفته. در عدالت 20 که خیلی زیاد گرفته دیگه، همینطور رفته داخل کوچه ها. اینمی کوچه هایی که در لب همزی جاده خاکیه که سنسرک کمند مره، لب از این کوچه ها را طبق همزی نقشه میگیره. کسایی که خانه هایش اینمی اینجا هسته با خبر باشه و کسایی هم که مخواه بخره بازم با خبر باشه که اینجا در سرک موره و یک وقتی معامله شده مشکل نخوره. یعنی قسمت ها هست دیگه. باز کسایی که دوست داره سرمایه گذاری کنم میتونه که خیلی حساب شده اینم اینجا زمین خانه برای خود بخره که انشالله یک سرمایه گذاری خوبی کده باشه. اینمی قوایی ها اینم اینجا کلن جاهای خیلی عالی میشه و در حساب این زمین نقشه سید آباد یک جای خیلی عالی میشه. چرا؟ سرک کمند در زیر ازیه 35 متر، اینی سرک 22 متر یا 20 متر، اینی سرکی که از گلزار رفته 24 متر و لب کال طبق گفته حوزه دریایی هر جوی یا کال حریم خوره داره، پس لب کال هم حتما جاده میشه. سید آباد در حساب جاده یک جای بسیار خوب میشه، یعنی جاده های خیلی کلان کلان از 4 اطرافشی هسته و شاید تاج سر زمین های اطراف امی سید آباد شود آینده که خیلی سرک های کلان کلان ازشی و عبور مونه. و اینی بود از مشخصات نقشه ناحیه 13 که با متراجایشی برای شما توضیح دادیم. دیگه دوستا هرچی سوال گپ و گفتی که داشتین میتونین که کامنت بذارین، ولی جوابای شما را در کامنت داده نمیتونیم. باز اونا را سعی منیم که یگان ویدیوی دیگه برای شما بسازیم و سوالای شما را جواب بدیم و انشالله که نقشه های بعدی را باز دقیق مثل این زمین ویدیو که برای شما جور کردم متراجایش را، مناطق را و تمام مشخصات را برای شما توضیح بدیم. یعنی بود از نقشه ناحیه 13 که برای شما امروز توضیح دادیم. این شهرک مای فروشا، این شهرک ابوالفضل، اینجا ساق سلیمان و این بالا هم که است جاده اسلام قلعه که 80 متر فعلا در حال کاره و پول لخشه اگه در جای ستونهاش میکنه و جالایش را بافته که انشالله این پروژه اجرا شود و همگی ما و شما از یک سهولت کاری برخوردار شیم، مردم از بیکاری در بیه انشالله با امید خدا. دیگه دوستان انشالله که روزی خوب و خوشی داشته باشین. هرچی سوال چیزی در ذهن شما بود میتونین که کامنت بگذارین، ما او را باز انشالله در یک ویدیوی جداگانه پاسخهای شما را تا جایی که بلد باشیم میدیم انشالله. نقشای ناحیه‌های دیگه هم در راه که
که به امید خدا برای شما در اشتراک بگذاریم. انشالله که دیگر روز خوب و خوش داشته باشین. خدا یار و نگهدار شما.